أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 30 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 31 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الحادی و 30، یعنی درس 31. درس 31 به مثل درس های گذشته کلمه های نوی دارد که این کلمه ها باید حفظ کرده شوند. این کلمه ها برای حفظ کردن هست. بعد از حفظ کردن این کلمه ها پس حوارش باید با جدیت خوانده شود. صاحب کتاب در این کلمه های نو اینها را میآورد که میگوید علمون. علمون یعنی پرچم، بیرق. علم پرچم یا بیرق. این اسم مفرد است. جمعش می شود اعلامون، یعنی بیرق ها، پرچم ها. این جمع تکسیر است. بعد از این میگوید علم الاسلامی، یعنی پرچم اسلام، بیرق اسلام. بعد میگوید جبنون. جبنون یعنی پنیر. بعد از این طبلون. طبلون یعنی به تاجیکی همچنین طبلش هم میگویند و نقاره و نغارش هم میگویند. نقاره، نغاره. و همچنین بربنش هم میگویند. پس بربن فکر میکنم بسیارتر معروفتر است، اما نغاره، نقاره و طبلم همچنین میگویند. بعد از این میگه طبولون، یعنی نغاره ها یا نقاره ها یا بربن ها، یا میتونم بگم طبل ها، جمعی تکسیر. بعد از این میگه زراعون. زراعون این صیغه مبالغه هست. زراع یعنی بسیار زراعت میکردگی. زراع زراعتکاری که بسیار زراعت میکند، اون را میگن زراعون، یعنی بسیار زراعت کن. بعد از این میگد اگر میخوای زراعون رو جمع بکنی، جمع مذکر سالمش بکن. بگو که زراعون، یعنی بسیار زراعتکار، بسیار زراعتکارها. زراعون، بسیار زراعتکارها. بعد از این میگوید بیاعون. بیاعون این هم صیغه مبالغه هست، یعنی بسیار فروشنده. صیغه مبالغه در اولش بسیار همراه کرده می شود. بسیار بسیار فروشنده. بیاعون. اگر بگوی فروشنده میگوی بائعون، فروشنده، سوداگر، یا تاجرون، بیزنسمن. اما بیاعون بسیار فروشنده. اگر این رو میگه میخوای جمع بکنی، این هم همچنین جمعی مذکری سالم میشود. پس میگویی بیاعون. بیاعون یعنی بسیار فروشنده ها، بسیار فروشنده ها. بعد از این میگوید ربیعون. ربیعون یعنی بهار، فصل بهار، فصل شکوفایی، فصل سبزی، فصل بهار. بعد از این میگوید مرفوعون. مرفوعون اسم مفعول از رفع یرفعو است. رفع برداشت، یرفع میبردارد. مرفوعون برداشته شده. پس مرفوعون رو هم چی میتونیم بگیم؟ بلند. مرفوعون
یعنی بلند برداشته شده. بعد از این میگوید حسنن. حسنن این جواب است برای کدام بزرگسال اگر شما را فرمان بدهد، پس شما در جواب با تاجیکی میگوید خواب شده است. به عربی انامین حسنن همون خواب شده است. حسنن یعنی خواب شده است، یا میگیم خوب، پس حسنن یعنی خوب. در جوابی یگون گپه پس میگیم حسنن، یعنی یگون کارمون فرمون جواب میته میگیم حسنن یعنی خوب، یا خوب شده است یا خواب شده است. بعد از این میگوید ابدن. ابدن یعنی همیشه، همیشه و دائمی. ابدن همیشه و دائمی این ظرف است. بعد از این میگوید قفزه. قفزه یعنی خیز گرفت یا پرید. خیز گرفتن، پریدن رو قفزه میگویند. فعل ماضی قفزه یعنی خیز گرفت یا پرید و یک مرد در زمان گذشته. اگر زن رو بگویم میگیم قفزت، خیز گرفت و زن در زمان گذشته، یا پرید و زن در زمان گذشته. فعل مضارعش میشود یقفزو. یقفزو یعنی خیز میگیرد و یک مرد در زمان آینده. اگر زن رو بگویم میگیم تقفزو یعنی خیز میگیرد و یک زن در زمان آینده. فعل امرش چی میشود؟ اقفز. اقفز یعنی خیز بگیر تو یک مرد. پس مصدرش میشود قفزون. قفزون خیز گرفتن یا پریدن. پس قفزه یقفزو از 22 باب صرفی باب دویم هست. باب ضربه یضربو. قفزه یقفزو دقت دادید باب دویم است از ثلاثی مجرد. بعد از این میگوید زرع. زرع یعنی زراعت کاری کرد. زرع دهقانی کرد، زراعت کاری کرد، کشتکاری کرد. کشتکاری کرد و یک مرد در زمان گذشته. اگر زن رو بگیم میگن زرعت، کشتکاری کرد و یک زن در زمان گذشته. فعل مضارعش میشود یزرعو. یزرعو یعنی زراعت میکند و یک مرد در زمان آینده. اگر زن رو بگوییم پس میگیم تزرعو یعنی زراعت میکند و یک زن در زمان آینده. فعل امرش چی میشود؟ فعل امر میشود ازرع یعنی زراعت کاری کن، کشت کاری کن. پس زرعون یا زرعن مصدر میشود. زرعون یا زرعن چی میشود؟ مصدر یعنی کشتی کاری کردن، زراعت کاری کردن مصدر هست. پس زرع یزرعو از باب سیوم ثلاثی مجرد است، از باب منع یمنعو. و این باب گفته بودیم که شرط دارد. شرطش این است که عین باب یا لام باب حرف حلق باشد. پس زرع در اینجا عین حرف حلق است، لام باب حرف حلق است. پس میتواند ای از باب سیوم باشد. از این است میگیم زرع یزرعو. در هر دی باب فعل ماضی و مضارع ببینید ر فتحه دارد و مثل منع یمنعو. بعد از این میگوید رفع. رفع یعنی برداشت و یک مرد در زمان گذشته. اگر زن رو بگیم میگیم رفعت، برداشت و یک زن در زمان گذشته. یرفعو. یرفعو یعنی میبردارد و یک مرد در زمان آینده. اگر زن رو بگیم میگیم ترفعو، میبردارد و یک زن در زمان آینده. فعل امر چی میشود؟ میشود ارفع. ارفع یعنی ببردار. ارفع معناش چی است؟ ببردار. فعل امر. مصدرش میشود رفعون یا رفعن یعنی برداشتن. پس رفع یرفعو همچنین از باب سیوم است. باب سیوم از باب منع یمنعو است. سیوم بابی 22 بابی صرفی. و شرط سیوم باب در این همچنین هست، یعنی لام باب حرف حلق است. رفع عین از حرفای حلق است و سیوم
که حرف کلمه این لام باب از حرف حلق است. پس این از سیوم باب است. شرطه موافقت میکند. رفع یرفع و مثل منع یمنع. بعد از این میگوید کسر. کسر یعنی شکست و یک مرد در زمان گذشته. کسر شکست و یک مرد در زمان گذشته. فعل مضارع فعل مؤنثش چی میشود اگر زن باشه؟ چی میگوییم؟ میگیم کسرت یعنی شکست و یک زن در زمان گذشته. فعل مضارعش میشود یکسیرو. یکسیرو یعنی میشکند و یک مرد در زمان آینده. اگر زن رو بگوییم میگیم تکسیرو، میشکند و یک زن در زمان آینده. فعل امرش چی میشود؟ فعل امر میشود اکسیر. اکسیر یعنی بیشکن تو یک مرد. کسرون شکستن، این مصدر است. کسرن شکستن مصدر هست. پس کسر یکسیرو از باب دویومی ثلاثی مجرد است. از باب ضرب یا ضربو است. کسر یکسیرو. سین رو ببینید در فعل ماضی فتح است، در فعل مضارع چی است؟ کسره است. و مثل ضرب یا ضربو. ضرب یا ضربو از دویم باب ثلاثی مجرد هست. بعد از این میگوید نقره. نقره میشود ترجمه کنه به معنای نواخت، یا میشود بگیم زد به معنای زدن. آدم رو زدن نه، نواختن. مثلا چطوری گفتیم تابل دا میزنن، اون چوکای در بالای تابل میزنن، در بالای نغاره میزنن، انا همون رو میگن نقره. نقره نه زد یا نواخت. نواخت چون بگیم میشود نقره، نواخت و یک مرد. اگر زن رو بگیم میگیم نقرت یعنی نواخت و یک زن. فعل مضارعش میشود ینقرو یعنی میزند و یک مرد در زمان آینده، یا مینوازد و یک مرد در زمان آینده. زن رو بگیم میگیم تنقرو، مینوازد و یک زن در زمان آینده. و فعل امرش چی میشود؟ میشود انقر. انقر بزن تو یک مرد، یا انقر بنواز تو یک مرد. بعد از این مصدر رو میارد میگه نقرون یا نقرن یعنی نواختن یا زدن. پس نقر ینقرو از یکم باب ثلاثی مجرد است. از باب چی است؟ از باب نصر ینصرو است. نصر ینصرو از یکم باب ثلاثی مجرد هست. بعد از این میگوید باع. باع یعنی فروخت و یک مرد در زمان گذشته. اگر زن رو بگیم چی میگیم؟ میگیم باعت یعنی فروخت و یک زن در زمان گذشته. اصل در لغت باع خرید و فروش رو میگن، هم خریدن هم فروختن. پس اگر با اصل لغت بگیریم باع یعنی خرید و فروش کرد و یک مرد، باعت خرید و فروش کرد و یک زن در زمان گذشته. اما در اصطلاح امروز باع فقط به معنای فروختن استفاده می شود، یعنی فروخت. عربا امروز باع فقط به معنای فروختن استفاده می برند. بعد از این میگوید یبیعو. یبیعو یعنی می فروشد و یک مرد در زمان آینده. فعل مضارعش چی میشه؟ فعل مؤنثش چی میشه؟ تبیعو. می فروشد و یک زن در زمان آینده. پس فعل امرش چی است؟ بیع. این یایی که در بین بیع و عین است، این یا همچنین حذف میشه، میشه بیع. بیع یعنی بفروش تو یک مرد. اگر زن رو بگیم این یا برمیگره، میگیم بیعی. بیعی یعنی بفروش تو یک زن. بعد از این میگه بیعون. بیعون یعنی فروختن. این مصدر است. پس بیعن مصدر میشود به معنای فروختن یا خرید و فروش کردن. اکنون باع این از فعلهای اجوف است به مثل قاله. لیکن قاله در درس گذشته گفتم اجوفی واوی بود، اصلش واو بود. این باع اجوفی یایی است. اصلش چی است؟ بیع. بیع اصل باع بیع است. بیع
از بابی ضربه است. چطور؟ ضربه میگیم بایع. یا متحرک ما قول مفتوح رو قلب عریف کردن شد باع. یک کس بگد باع بر وزن چیست؟ میگیم بر وزن ضربه یا بر وزن فعل. دقت دادید؟ اصلش میگوییم. این فعل ماضی است. فعل مضارع یبیع در اصل چی بود؟ یبیع بود و مثل یضرب یبیع. این کسره در تحت ب میبینید اصل ایو است. این کسره، این کسره یا را گرفته در ب دادیم. ب ساکن که بود، حرکت در حرف یا حرف علت ثقیل بود، حرکت ب را در یا داده، یا را در ب دادیم شد یبیع. یا ساکن شد یبیع. یا آدم بگد یبیع بر وزن چی است؟ میگیم بر وزن یفعل، بر وزن یضرب. دقت دادید؟ اصلش میگوییم. پس بیعون این اصل است بر وزن فعلون. بعد از این میگوید رقصا. رقصا یعنی رقص کرد و یک مرد در زمان گذشته. اگر زن رو بگیم میگیم رقصت، یعنی رقص کرد و یک زن در زمان گذشته. یرقصو. یرقصو یعنی رقص میکند و یک مرد در زمان آینده. اگر زن رو بگیم چی میگیم؟ میگیم ترقصو، یعنی رقص میکند و یک مرد و یک زن در زمان آینده. فعل امرش چی میشود؟ فعل امرش میشود ارقص، یعنی رقص کن. ارقص، رقص کن. پس مصدرش رو میارد میگه رقصون، رقص کردن. رقصن، رقص کردن. پس رقص یرقصو از 22 باب صرفی از باب چند است؟ از باب یکم است. از باب نصر ینصرو. رقص یرقصو. بعد از این میگوید نقر علی الطبلی. نقر علی الطبلی یعنی زد بر بالای نغاره یا نقاره، زد بر بالای بربن. دقت دادید؟ نقر زد میگیم در اینجا. یا نقر علی الطبلی، علا را حرف جار برای متعدی میگیریم، علا را ترجمه نمیکنیم. پس میشود نقر علی الطبلی یعنی نواخت بربن را. این تا ترجمهش میکنیم. نواخت و یک مرد بربن را. دقت دادید؟ طبلی با در اینجا علا حرف جر برای تعدیه میگیم. طبلی لفظا مجرور، محلا منصوب، مفعول بهی نقره میشود. دقت دادید؟ پس این تا ترجمهش کنید. اگر زد بگویید پس بگویید زد بر بالای علا را ترجمه میکنید. بر بالای طبل زد، بر بالای بربن زد. لیکن اگر بگویید نواخت، نواخت فعل لازم است. نواخت علا را برای متعدی میگیریم، طبلی را لفظا مجرور، محلا منصوب، مفعول بهی نقره میگیریم. یعنی نواخت بربن را. بعد از این میگوید رفرفه. رفرفه یعنی الوان خورد، الوانج خورد. الوانج، الوانج یعنی چی؟ الوانج وقتی که بیرق رو کشال میکنی در جای بلندی میگذاری میمانی، وقتی شمال میجمانش حرکت کردن میگیرد، انا همون حرکت بیرق رو الوانج خوردن میگوین به فارسی. انا جنبیدن بیرق رو چی میگن؟ الوانج خوردن. به عربی میشه رفرفه، یعنی الوانج خورد و یک بیرق. رفرفه الوانج خورد و یک بیرق. دقت دادید؟ رفرفه از بابهای 22 باب صرفی از باب 19 هم است، از باب دحرجه است. رفرفه و مثل دحرجه. یرفرفو فعل مضارعش می شود. یدحرجو، یرفرفو یعنی الوانج می خورد. فعل امرش وقتی بگیم الوانج بخور چی میگیم؟ میگیم رفرف. رفرف یعنی الوانج بخور و مثل دحرج. رفرج، رفرف. این از باب 19 هم از بابهای مضاعفش است، و مثل زلزله و مثل وسوسه. دقت دادید؟ یعنی فای کلمه بالامی اول کلمه حرفشون اگر ر دو تا ر داره، ببین عین کلمه بالامی دوم ف دو تا ف دارد. از این حساب را مضاعفش میگن، مضاعف رباعی. پس این هست کلمه های نوی
درس 31. پس اینها با دقت حفظ کرده شوند و فهمیده شوند. بعد از این میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 31. صاحب کتاب میگوید قالت نوالو، گفت نوال. قالت معلوم است که فاعل مؤنث است، پس نوالو فاعل قالت است، نوالو نام زن است. نوالو غیر منصرف است، از این حساب آخرش تنوین را قبول نکرده است. قالت نوالو، گفت نوال. من قفزه، کی خیز گرفت، کی پریدک. قالت زینبو، زینب گفت. قالت مؤنث است، زینبو فاعل قالت. انا قفزتو، من پریدم، من خیز گرفتم. فقالت، پس گفت. لماذا تقفزین، برای چی میپری. فقالت، پس گفت. فاعل ضمیر مثل تقدیر هی برمیگه به نوال، پس میگه گفت نوال. لماذا تقفزین، برای چی میپری تو. لماذا برای چی، تقفزین میپری. تقفزین این یا فاعل است، ضمیری یا مؤنثه مخاطبه این فاعل است. میپری تو زن، میپری تو زن یعنی زینب رو گفته ایستاده است. بعد میگوید لا تقفزی ولا تلعبی بل اذهبی الى حجرتك و خذی کتابك و اقرئی درسك. یعنی چی؟ یعنی میگه لا تقفزی یعنی نپر، خیز نگیر. ولا تلعبی بازی نکن. بل اذهبی الى حجرتك بلکه برو به سوی حجرت، به سوی کامنتت، به سوی خانت. و خذی کتابک و بگی کتابت را. و اقرئی درسکی و بخوان درست را. دقت دادید لا این چی است؟ لا ناهیه است. آخر فعل مضارع جزم که لا تقفزی اصل بینه تقفزی نبود. این همین تقفزی نه، وقتی که لا در اولش که آمد این نون از بین برد، نون از بین برد شد لا تقفزی یعنی خیز نگیر. پس میگیم تقفزی فعل مضارع مجزوم بلا ناهیه و علامت جزم حذف حرف نون لانه من الامثله الخمسه، از امثله خمسه است. ولا تلعبی اینجا نون بود، نون از بین برد. ولا تلعبی. بل اذهبی اینجا نون بود بعد یا. بل اذهبی بلکه برو تو زن. الى حجرتك و خذی در جمع نون بود، نون از بین برد. و خذی کتابک و اقرئی و بخوان در جمع نون بود، نونم از بین رفت. تقرئی نبود اصلش. و اقرئی و بخوان تو زن درسکی درست را. دقت دادید؟ پس در اینجا تقفیزی این یا فاعل است، تلعبی لا تلعبی این یا فاعل است، اذهبی این یا فاعل است، خذی این یا فاعل است، اقرئی این یا همشون چی شده هستند؟ در محل رفع فاعل شده ایستادن. فعل ها به فاعل نمیشه گفتیم، اینا فاعل هاشون هستند. پس در اینجا کتابکی چی است؟ کتابکی مفعول به خودی، خود فعل امر یا فاعل که باشه، کتابه مفعول به خود است. درسه همچنین مفعول به اقرئی است. اقرا فعل است یا فاعل است، درسه مفعول به است. درسه مضاف، کاف مضاف الیه. بعد از این میگوید یقول ولید، میگوید ولید، ولید نام مرد است، نام مرد. میگوید ولید ابی زراع یزرع الورد فی الربیع و یسقیه بالماء و انا بیاع ابیع الورد. میگوید پدری من بسیار زراعتکار است، پدری من بسیار زراعتکار است. یزرع زرع زراعت میکند، یزرع الورد زراعت میکند گل را، یعنی گلکاری میکند. فی الربیع در بهار، در فصل بهار. و یسقیه بالماء و آب میدهد، هیر برمیگرد به ورد، و آب میدهد گل را، بالماء به آب. و انا و من میگوید بیاع بسیار فروشنده هستم. ابیع الورد می فروشم میگد گل را،
ابیع الورد میفروشم گل را. پس ابی این مبتدا است، زراعون خبر است. یزرع الورد فی الربیع، یزرع فعل مضارع مرفوع، فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگرده به ابی، یعنی پدرش گفته است. الورد مفعول به است، فی الربیع جار و مجرور، و یسقیه در اینجا فعل و فاعل مفعول به است. یسقی فعل مضارع مرفوع و علامت رفع الضمه المقدره منع من ظهورها الثقل، و فاعل و ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگرده به اب، پدرش گفته است. هی ضمیر متصل مبنی علی الکسر فی محل نصب مفعول به. ببینید یسقیه فعل و فاعل مفعول به است. بالماء جار و مجرور، و انا مبتدا، بیاع خبر می شود. بیاع ابیع الورد، ابیع فعل مضارع مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره، فاعل و ضمیر مستتر تقدیر انا، ابیع فاعلش چیه؟ انا می شود. الورده در اینجا چی است؟ مفعول به است. بعد از این میگه علم بلادی علم الاسلامی، علم بلادی مرفوع، یعنی بیرق یا پرچم دولت من پرچم اسلام است. بیرق یا پرچم دولت من بلند است. دقت دادید؟ علم بلادی علم الاسلامی، پرچم دولت من پرچم اسلام است، پرچم دولت من بلند است، مرفوع است، یعنی برداشته شده است، بلند است. میگه علم بلادی، علم مبتدا مضاف، بلادی مضاف الیه، علم دویم خبر می شود. علم یکم مبتدا است و علم دویم چی است؟ خبر است. علم مضاف، الاسلامی مضاف الیه می شود. علم بلادی، علم مبتدا، بلادی مضاف الیه، علم مضاف، بلاد مضاف الیه، با بلاد مضاف، این یا با مضاف الیه یا چی است؟ یا متکلم، یا ضمیر متکلم. مرفوعون خبر می شود در اینجا. پس در اینجا مرفوعون، اینجا در اسم ها چی هستند؟ خبر در اینجا چی است؟ اسمی مفرد است. علم الاسلامی مفرد است، یعنی مفرد یعنی که جمله یا شبه جمله نیست. بعد از این میگوید رفع عادل العلم، وقتی بگذاریم این طور میخونیم رفع عادل العلم و قال رفرف یا علم، رفرف یا علم الاسلامی. دقت دادید؟ میگد که برداشت عادل پرچم را و گفت الوانج بخور ای پرچم، الوانج بخور ای پرچم اسلام. دقت دادید؟ رفعه برداشت، فاعلش در کجا است؟ فاعلش عادلون، این عادلون فاعل است، فاعل رفعه. العلمه چی است؟ علمه مفعول به. از این حساب میگیم که برداشت عادل پرچم را و قال و گفت رفرف فعل امر، فاعل ضمیر مستتر تقدیر انت، رفرف یعنی الوانج بخور تو، یعنی بیرق را میگه الوانج بخور بیرق پرچم. یا علمو ای علم، یا حرف ندا، علمو مبنی علی الضم لانه اسم مفرد فی محل نصب، رفرف باز فعل امر، فاعل ضمیر تقدیر انت، یا حرف ندا علمه. در اینجا ببینید علمه شد برای چی؟ به خاطر اینکه منادا در اینجا مضاف است، مضاف الیه است. در این یکم علمو اسم مفرد است، اسم مفرد مرفوع می شود، مبنی علی رفع می شود، مبنی علی الضم می شود. اسم مفرد در منادا مبنی علی الضم می شود، لیکن در حالت مضاف الیه باشد اگر منصوب می شود. یا علم الاسلامی ای پرچم اسلام، علم مضاف، الاسلامی مضاف الیه. بعد از این میگه الاعلام ترفرف فوق المساجد والبیوت، یعنی پرچم ها الوانج میخورند بالای مسجدها ده و خانه ها ده. دیدید؟ پرچم ها مبتدا، الاعلام مبتدا، ترفرف جمله فعلی در محل رفع خبر الاعلام، خبر مبتدا. ترفرف الوانج میخورند بالای مسجدها ده، بیرق ها الاعلام ترفرف
یعنی بیرق ها الوانج میخورند، یا ترفرف رو در اینجا حال از اعلام میگیریم، خبر نمیگیریمش. الاعلام ترفرفو، پس میگیم الاعلام مبتدا، ترفرفو جمله فعلی، بعد معرفه جمله حال میشود. پس ترفرفو پس میگیم پرچم ها در حال بودنشون الوانج میخورند. در کجا؟ بالای مسجد و فوقه. پس متعلقش کائنون خبری الاعلام مبتدا میشود. اینجا ترفرفو را خبری مبتدا نگیرید، فوقه را خبری مبتدا بگیرید، بهتر و خوبتر است. والبیوت عطف در جای مساجد می شود، واوی عاطفه است. بعد از این میگوید سلوى تنقر على الطبل و لیلا تنقر على الطبل فقالت ندى انا ایضا اريد ان انقر على الطبل متى انقر على الطبل. میگوید که سلوى نام زن است. سلوى تنقر على الطبل، می نوازد برابند رو، علا را حرف جار برای تعدیه بگیریم اگر. پس میگه می نوازد برابند را مفعول بهی، یا که اگر میزند بگه میگه میزند بر بالای طبل، بر بالای برابند. و لیلا، لیلا باشد نام زنم چنین، تنقر علی الطبل، می نوازد برابند را، طبل را، یا میزند بر بالای برابند. فقالت ندا، پس گفت ندا، ندا همچنین نام زن. انا ایضا اريد ان انقر على الطبل، من همچنین یا من نیز میخواهم این که بزنم بر بالای برابند. یا میشود بگیم که من نیز میخواهم بنوازم برابند را. متى انقر على الطبل، کی میزنم بر بالای برابند. یا میگیم کی می نوازم برابند را. این دو ترجمه هر دوشم موافق است. پس سلوا مبتدا است. تنقر جمله فعلی خبری سلوا، خبری مبتدا می شود. علا را اگر ما حرف جر بگیریم، جری برای تعدیه بگیریم، پس علا حرف جر برای تعدیه میگیم و تبلی لفظا مجرور محلا منصوب مفعول بهی تنقرو می شود، نواختن. و لیلا تنقرو، باز لیلا مبتدا است و تنقرو جمله فعلی خبر است. علی الطبل را گفتیم. فقالت ندا، پس گفت ندا، ندا فاعلی قالت است. پس میگیم ندا فاعل مرفوع علامت رفع الضمه المقدره منع من ظهورها، منع من ظهور التعذر، تعذر است در اینجا. گفتن نمیتونیم ندا یو، الف حرکت قبول نمیکنه. از این میگیم که مرفوع علامت رفع الضمه المقدره منع من ظهور التعذر، تعذر است. انا ایضا، من همچنین میگد. انا مبتدا، ایضا مفعول مطلق، یعنی که مصدر از فعل محذوفه. آضا یعیض ایضا، یعنی رجع یرجع رجوعا. اریدو میخواهم، پس جمله فعلی خبری چی میشود؟ خبری انا، خبری مبتدا. انقرو، اریدو ان ناصبه، انقره، ان که درآمد آخرش چی شد؟ انقره، منصوب کرد. با تعویل مصدر انقره علی الطبل، با تعویل مصدر مفعول بهی اریدو میشود. اریدو را فاعلش انا است، پس مفعول بهیش چی است؟ با تعویل مصدر، یعنی که اریدو نقر علی الطبل، اریدو نقر علی الطبل، یا که نریدو ان نقر علی الطبل، بر برابند. یا نقر الطبلی هم بگه میشود، نقر الطبلی. بعد از این میگوید متى انقر علی الطبل. متى اسم استفهام از چی است؟ از زمان است، یعنی کی، کدام وقت. انقرو، انقرو ببینید ناصبه که ندارد، انقرو ضمه شد. میزنم من، مینوازم من، فاعل و ضمیر مثل تقدیر انا، علی الطبل جار و مجرور، یا میگیم علی حرفی تعدیه، طبل لفظا مجرور محلا منصوب. بعد از این میگه فقالت سلوى، پس گفت سلوى. سلوى همچنین فاعل است، میگه فاعل مرفوع علامت رفع الضمه المقدره منع من ظهورها التعذر، تعذر ظاهر شدن ضمه را منع کرد. پس گفت سلوى.
انت لا تنقری علی الطبل متى انقر علی الطبل. دقت بتید گفت تو ننواز بربند را. تا اینجا گپ بود می شود. تا اینجا گپ چی شد؟ بود شد. اینجا باید چی بیاد؟ اینجا باید نقطه بیاید، یعنی که گپ به آخر رسید. انتی لا تنقری علی الطبل، یعنی تو نزن، ننواز بربند را. انتی مبتدا، لا تنقری جمله فعلی در محل رفع خبری مبتدا. تنقری را فاعلش در کجا است؟ این یایی که میبینید این یا فاعل است، ضمیر است، این ضمیر یای مؤنثه مخاطبه این فاعل است. علی را حرف جر برای تعدیه بگیم، تبلی لفظا مجرور محلا منصوب فاعل تنقری. بعد از این میگوید با سوال از سر نو میپرسد ندا، میگوید که متى انقر علی الطبل، یعنی کی می نوازم بربند را. متى انقر فاعلش چی است؟ انا. کی می نوازم من علی الطبل بربند را، یا کی میزنم من بر بالای بربند. اگر علی حرف جر بگیریم، جر خالی بگیم حرف جر است، نگیم حرف جری برای تعدیه است. برای تعدیه که گفتیم اجاره می نوازم ترجمه میکنیم. پس میگه فقالت سلوا، با سلوا گفت. سلوا گفت که انت لا تنقری علی الطبل بل ارقصی امامنا و نحن ننقر لکی، یعنی تو ننواز بربند را بلکه رقص بکن در نزد ما و ما ننقر لکی، و ما می نوازیم برای تو. فقالت سلوا، پس گفت سلوا. سلوا فاعل مرفوع علامت رفع الضمه المقدره منع من ظهورها التعذر. انتی مبتدا لا تنقری جمله فعلی خبر انتی علی الطبل بل ارقصی، بلکه رقص بکن تو. بل حرف اضراب، این کسره لام کسره عارضیه است، کسره عارضه است. ارقصی فعل امر، این یا فاعل ارقصی است، رقص کن تو زن. امامنا ظرف است در نزد ما. و نحن باز مبتدا، ننقرو جمله فعلی خبر نحن خبر مبتدا. ننقرو را فاعلش چی است؟ در تحتش ضمیر نحن است. ننقرو نحن، یعنی می نوازیم ما لکی برای تو. اینجا والله اعلم اینجا کم اشتباه چاپی شاید شدگی است که فقالت سلوا، گفت سلوا انت لا تنقری علی الطبل. اینجا با اینه که متى انقر علی الطبل، این از بالاگی است، از سخن بالا در خوانده میشه، همون است. باز میگوید فقالت سلوا، پس باز گفت سلوا، با همون گپی در بالا است. انت لا تنقری علی الطبل، با همون گپ شد. بل ارقصی، اصلا این گپی که است گپی سلوا پرش این هست، این در بالا والله اعلم اشتباه شدگی است، اشتباه چاپ شدگی است، یعنی گپ رو تکرار کردگی است، نصفش رو دو بار. اینه که میگه انت لا تنقری علی الطبل، این گپ بود شدگی نبود. از این است متى انقر را گفتیم در اینجا نقطه میگذاریم، اما این گپ بود شدگی است. به هر صورت در ثبت که مانده از این حساب بدر حذف نمیکنیم، میسته به حال خودش. بعد از این میگوید که اکل الولد الخبز مع الجبن و شرب الحلیب من فنجان جمیل ثم کسر الفنجان بعد ذلك. می شود که این گپی که گفتیم زیاتی است، این را در داخل قوس میگیریم تا اینکه فهمیده شود که اینجا گپی زیاتی وجود دارد. فقالت سلوا انت لا تنقری علی الطبل تا اینجا گپی زیاتی است. اگر رفتو که کتابم چاپ شد تا اینکه فهمیده شود که در ثبت این کی بود، از این حساب را حذف کردن نمیتونیم. فقالت سلوا انت لا تنقری علی الطبل متى انقر علی الطبل، این گپی زیاتی است و فقالت سلوا از اینجا شاید گپی اصلی از اینجا سر می شود. انت لا تنقری علی الطبل بل ارقصی امامنا و نحن ننقر لکی. اکل الولد الخبز، میگد خورد، تناول کرد، خورد میگد پسر نان را،
مع الجبن همراهی پنیر و شرب الحلیب و نوشید شیر را من فنجان از پیاله فنجان جمیل از پیاله زیبا ثم بعد از آن بعد خوردن میگه بعد نوشیدن میگه کسر الفنجان شکست پیاله رو بعد از ذالک بعد از آن یعنی بعد از نوشیدن اکل فعل ماضی الولد فاعل اکل الخبز مفعول به مع ظرف است الجبن مضاف الیه و شرب الحلیب شرب فعل ماضی و واو عاطفش هم بگه میشود واو استئنافیش هم بگه میشود و شرب فعل ماضی فاعله ضمیر مستتر هو الحلیب مفعول به من فنجان جمیل من حرف جر فنجان اسم مجرور جمیل صفت فنجان فنجان جمیل نعت منعوت شدن ثم حرف عطف کسر فعل ماضی فاعلش چیه فاعل ضمیر مستتر هو شکست وی یعنی همون ولد برمیگه به ولد شکست همون پسر الفنجانه چی است مفعول به است بعد ذالک بعد ظرف است و ذالک مضاف الیه بعد مضاف ذالک باز مضاف الیه دیدید پس این تحلیل این عباره بعد از این میگه من کسر قلمی یا احمدو یعنی کی شکست قلم من رو ای احمد من کسر قلمی یا احمدو کی شکست قلم من رو ای احمد میگه انا ما کسرت قلمک ولا اعرف من کسره یعنی که من ما کسرت من نشکستم قلمی تو را ولا اعرف و نمیدانم کی شکست است وی را دقت دادید انا ما کسرت ما این نافیه است در اینجا نشکستم قلمک قلم مفعول به است کسرت فعل فاعل است تو ضمیر متصل مبنی علی ضم في محل رفع فاعل انا مبتدا ما کسرت قلمک جمله فعلی خبر انا خبر مبتدا ولا اعرف واو عاطفه لا اعرف یعنی نمیدونم لا نافیه است لا اعرف نمیدونم من کسره کی شکست قلمی تو را لا اعرف فاعل ضمیر مستتر انا من اسم استفهام مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به است در محل مفعول به است من کسره کی شکست وی را من کسره لا اعرف من اینجا در من رو من استفهامیه نمیگیم اینجا در من رو من موصولش میگیم لا اعرف الذی کسره یعنی من استفهامیه نیست من موصوله است این من باز من نویس که موصوله است کسره جمله فعلی سیله من میشود در اینجا این من سیله طلب میکند برای خودش این کسره جمله فعلی سیله من میشود این من رو با معنای الذی میگیریم من موصوله یعنی که ولا اعرف الذی کسره یعنی نمیدانم شخص را که شکسته است وی رو کسره فعل ماضی فاعل ضمیر مستتر هو برمیگرده به من همون کس هو ضمیر متصل مبنی علی ضم فی محل نصب مفعول به کسره در اینجا فعل و فاعل مفعول به است سه چیز در اینجا هست بعد از این میگه انا لا اکسر الفنجان ولا اکسر الکوب ابدا میگه من نمیشکنم پیاله را و نمیشکنم جام را هیچ وقت هرگز ابدا هیچ وقت هرگز ترجمهش کنید میشود میگه که من نمیشکنم انا مبتدا لا اکسرو لای نافیه است لای ناهیه نیست جزم نمیکند نمیشکنم اکسر فعل مضارع مرفوع فاعلش ضمیر متصل ضمیر پنهان است فاعل ضمیر مستتر تقدیره انا اکسر انا لا اکسر انا نمیشکنم من الفنجان مفعول به است پس انا مبتدا لا اکسر جمله فعلی خبر انا واو عاطفه لا اکسر الکوبه همچنین عطف است در جای لا اکسر الفنجانه اینجا ده عطف شد این واو عاطفه است لا نافیه اکسر فعل مضارع مرفوع فاعل ضمیر مستتر تقدیره انا الکوبه باز مفعول به میشه ابدا این ظرف زمان است ظرف زمان ابدا ظرف منصوب میشود برای خاطر جره ببینید ابدا منصوب شدگی است بعد از این میگه ولا تکسر انت ایضا
یعنی نشکن تو همچنین. و لای نافیه است، لای ناهیه است. ولا تکثیر آخرش بینه جزم کرد. ولا تکثیر یعنی نشکن تو، انت فاعل تکثیر. ایضا مفعول مطلق برای فعلی محذوف. ایضا مفعول مطلق برای فعلی محذوف. ولا تکثیر انت ایضا یعنی نشکن تو همچنین یا نشکن تو نیز. حسنا انا که جواب داد. اونه گفت که تو نشکنش، جواب داد که حسنا یعنی خوب شده است. حسنا خوب یا خوب شده است. پس این هست حوار درس 31. در اینجا درس 31 رو با پایان میرسانیم و تا درس آینده یک و یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.